دیشب توی جنگل کمپ کردیم. خوب بود، فقط دیشب خیلی سرد بود. فوق‌العاده خواب راحت، حس خوب. دیشب خیلی شب خوبی بود. خودم هم به جرئت میتونم بگم یکی از بهترین شبایی بود که تو جنگل بودم. 5 صبحم یه بارون ریزی زد، یه خرس بهمون حمله کرد. بچه این مهی خانومه که تا صبح مراقب ما بود. این همه چوب خوش ریخته تو به درختی که به این عظمته اینجوری قدیمیه رو اینجوری بخواه آتیشش بزنی. چرا یه سری واقعا اینقدر بیشوره؟ این طبیعت مال خودمونه، متعلق به هیچ دولتی نیست. دولت هم مقصر نیست. ما نباید کثیفش بکنیم. طبیعت رو باید به همون حالت قبل برش گردونیم. لطفاً وقتی که کارتون تموم میشه از طبیعت لذت میبرید، آشغالاتون رو جمع کنید. به خدا این درخت‌ها مال همه شما هست، مال بچه‌های ماست. بذارید اونا هم استفاده بکنن. آشغالامون رو جمع میکنیم، تحت هیچ شرایطی نمیذاریم آشغالی پلاستیکی بمونه. آتیشمون رو حتما خاموش میکنیم، آب میریزیم که خدایی نکرده اتفاقی برای طبیعت پیش نیاد. به من نجات بده، به من نجات بده، به من دو خشت است و مثل داد بده. منو صدات کن، منو صدات کن، سپس بدون منو رهات کن.